وقتی همدیگرش میبینن با گفتی چون اکا هزل شوخی دارن، میگه ای فلانی مادر نعوذم بالله این چی هست؟ انسانها بچنان دروغگوی گشته هستن که مردم اونها را با دروغگویی متهم میکنن، میگه فلانی دروغگو، فلانی دروغگو را میگوی. عمر از زبان وی دشنام بیرون نشید، وقتی سکرات موتم یعنی عرس کرده و فریاد کرده و دشنام داده جانش از بدنش بیرون شد. پناه میبینیم تمام اعضای بدن با سوی زبان میگه که ای زبان ما هر چیزی که ببینیم از روی تو میبینیم. اگر منافقتن سه نشانه داره، متاسفانه این سه نشانه امروز در بسیاری مسلمان های ما نمایان است، دیده می شود. این آلتی است که حتی انسان به کفر میبره. زبان این آلتی است که انسان از همه پسترین از این زبان ها، حتی عزیزهای خدا، دوستای خدا میفرمایند که انسان در دوام حیاتش هر چیزی که گفتار زیاد داشته باشه وقتی مردنش این سخنهاش تکرار میکنه. این چیزا ما در این حیات اندک خودمون یعنی از تجربه گذرانده و دیدیم. شخصیت بود یعنی در جای ما کار دائمیش از زبانش فقط دشنام بیرون میشید. متاسفانه این امروز در جامعه ما هم هست. دو دوست، دو رفیق نزدیک وقتی همدیگرش میبینن با گفتی چون اکا هزل شوخی دارن، میگه ای فلانی مادر نعوذم بالله این چی هزل است؟ همدیگر میبینه ها فلانی ها چه؟ این هزل؟ والله این بیناموسی است. این هزل نیست برادر عزیز، این بیناموسی است، این بیغیرتی است که نخواه که رفیقش ای فلانی مادر بگه. این از دی در بیغیرتی و بیناموسی نیست. چی خدمت کرده در مادرت که امروز از روی تو مادر با یعنی آزار ببینه و تحقیر بشنوه؟ انسانی که هر چیزی در گفتار زیاد داشته باشه وقتی مردن چنین کلمه ها را تکرار میکنه. حتی در جای ما شخصیتی بود که حیات عمر از زبان وی دشنام بیرون نشید، وقتی سکرات موتم یعنی عرس کرده و فریاد کرده و دشنام داده جانش از بدنش بیرون شد. پناه به خدا از چنین حالت، پناه به خدا از چنین. حتی جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هر شخصیتی که آخرین سخنش لا اله الا الله باشه داخل جنت می شود. این زبانها را به لا اله الا الله آموخته کنه تا اینکه آخر لحظه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله گفته از دنیا جان شما از بدن تو بیرون شود. زبانها را به ذکر آموخته کنه، زبانها را به تلاوت قرآن آموخته کنه. والله قسم از این سخنهای گناه بد خاموش ایستادن 1000 بار بهتر است. حتی در یک روایت جناب پیامبر گفتن خاموش ایستادن خودش عبادت است. از این سخنهای بد و ناجاده گفتن شده خاموش ایستادن خودش عبادت است. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند کفا بالمرء کذیبا ان یحدث بكل ما سمع. گفتن برای انسان دروغگو بودن همین قدر بسنده است که هر چیزی که شنوید در یک جای دیگه نقل کند. امروز اون عادت است در بین ما، یعنی یک انسان یک گپی راست و دروغ در یک جا شنیده است با این دیگه از خودش کوشش میکنه به یک جای دیگه میره اون مباهات میته چقدر با زیاد کرده میرسونه. چی ضرور داری؟ بگذار یک حدیث پیغمبر باشه ثواب میشود. وقتی شنیدی در خانه درت یک دوست را دیدی بگو من دین روز رفتم حضرت ایشان قاری میرنبک یا دیگر اهل علم ها حدیث پیغمبر را خواندن که انسان وقتی که اگر ایمان به خدا ایمان به روز قیامت داره باید که یا گفتاری خوب داشته باشه یا اینکه سکوت بیسته. یک حدیث معناش برای یک دوست بگو تا اینکه ثواب شو برات. از اینکه هر گپی بیهوده و هر گپی ناجا میگویی برای تو این بهتر است که خاموش استی. در روایت دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. گفتن ایمان شخصیت مستقیم استوار و درست نمی شود تا اینکه دل او شخصیت مستقیم و استوار و درست نشود و دل شخصیت مستقیم و استوار و درست نمی شود تا اینکه زبان اون شخصیت مستقیم و استوار و درست نشود. یعنی ما و شما برادران عزیز تا اینکه دلها را زبانها را راست نکنیم، راستگو نکنیم، در امر و اطاعت و بندگی خدا استوار و مستقیم نگردانیم، ما و شما ایمان کامل از خود نمی کنیم. ما و شما یعنی به کمال ایمان نمی رسیم. یعنی اگر ما بخواهیم که زبانهای ما خوب شوند
باید ابتدا دلها را تبابت کنیم، دلها را صاف کنیم، پاکیزه کنیم، کینه را، بدبینی را، بدفکری و بدنیتی را از دل بیرون کنیم تا اینکه زبانمون درست شود. خدا رحمت کنه حضرت قبلگاه ما یک مقاله داشته، بارها داملای استادمون تکرار میکنن. حضرت میگفته که انسان هر چیزی که از زبانش بیرون شد فهمیده میشه درونش هم این چنین است. وقتی از درون انسان فقط بدی از زبانش بدی بیرون شد فهمیده میشه درونش هم بد است، درونش هم ناپاک است، دلش هم سیاه است. هر چیزی که از درون باشه، مثال می آورده، میگفته همین چاینک اگر در درونش آب داشته باشه ریختی آب میریزه، اگر چای داشته باشه وقتی ریختیش چای میریزه. وقتی انسان درونش که سیاه باشه از دهانش یعنی سیاهی و بدی بیرون میشه، اما درون نور باشه، نورانی باشه، پاکیزه باشه، انشاءالله از زبان او چی؟ سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله ذکر بیرون میشه. از زبان او فقط خوشی و خوبی بیرون میشه. حتی در روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن در جسم و بدن انسان گفتن یک گوشپاره هست، وقتی اون گوشپاره اصلاح شد تمام بدن انسان اصلاح میشود. اگر این گوشپاره که اصلاح نشد و پاک نشد تمام بدن انسان بد و ناپاک میشه، اصلاح نمیشه. اون گوشپاره چی هست؟ جناب پیغمبر گفتن قلب، دل. وقتی که دل اصلاح شد، دل صاف شد، پاکیزه شد، جسم و بدن و زبان و همه دیگر پاکیزه میشه. متاسفانه امروز در جامعه ما دلها ناپاک هستند. در دلها فقط فکر و نیت و قصد و محبت بدی است و تمام. یک انسان در کنارت میشه چقدر ناراحت میشه، اینچنین به بدی نگاهش میکنی، مثل اینکه دشمنت باید گویا دشمنت باشه. ای برادرت هست، برادر ایمانیت هست. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبسمک فی وجه اخیک صدقه. تبسم شما یعنی چهره کشاده شما وقتی دوست در کنارت نشست بگر با جانب او تبسم کن، برادر خوب هستی، حالت خوب است، السلام علیکم. این برای تو صدقه است، ثواب است. این برای تو یک حسنه نوشته می شود. از این که می گردی قوقات به سوی او می اندازی، رو ترش می کنی، از به خوبی به محبت ثواب بگیری. جناب پیغمبر گفتن وقتی صبح می دمه روز می شود تمام اعضای بدن انسان زبانش را سرزنش می کرده است، زبانش را کاهش می کرده است. تمام اعضای بدن یعنی دست و پا و چشم و رو دیگر اعضا به سوی زبان میفته است که از خدا بترس در حق ما. ای زبان از خدا بترس در حق ما. ما هر چیزی که ببینیم از روی تو میبینیم. تمام اعضای بدن به سوی زبان میفته که ای زبان ما هر چیزی که ببینیم از روی تو میبینیم. اگر تو راست شوی، راستگو شوی، ما راست میشویم، ما خوب میشویم، ما خوشحال میشویم. اما اگر تو کج شوی، بد شوی، دروغگو شوی، ما چقدر ناراحت میشیم، ما چقدر تحقیر و آزار میبینیم. یعنی هر بلایی که به بالای انسان می آمده است از روی زبان. زبان این آلتی است که حتی انسان به کفر میبره. زبان این آلتی است که انسان از همه پسترین درجه که درجه کفر هست، کلمه کفر معناش عزیزای خدا گفتن که بسنده، یعنی از او دیگه درجه پستر نیست که انسان بروه. وقتی یک انسان میگن کافر یعنی بسندش است، از او در پسترین مکان و جا نیست براش که بروه. این زبان انسان با اون درجه پست میبره. زبان چیزی هست که اگر انسان به طرزی درست استفادهش نبره ببینه که زبان انسان منافق میکنه. حتی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشانه منافق وقتی بیان کردن گفتن منافق 3 نشانه داره. انسان منافق گفتن 3 نشانه داره. متاسفانه این 3 نشانه امروز در بسیاری مسلمان های ما نمایان است، دیده می شود. چی هستند؟ اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. گفتن نشانه منافقی 3 چیز است. وقتی که سخن گفت دروغ میگوید. سبحان الله. ببین امروز دروغگویی نیست در جماعت ما برادر عزیز، در جمعیت ما. باور کن کمی در کم است انسانی که او را به راستگویی شناخته شود. امروز در دور جناب پیغمبر یا در دور صحابه و تابعین تبع تابعین بود شخصیت که معروف به صدیق بودن، یعنی راستگو. امروز متاسفانه در جامعه ما نیست.
در جامعه ما کمی در کم یافته میشه شخصیتی که او با راستگویی شناخته شود. حتی بعض انسان ها به چنان دروغگویی گشته هستند که مردم اونها را به دروغگویی متهم میکنن، میگن فلانی دروغگو را میگوی، یعنی که وی ها نامشو حتی با دروغگویی در بین مردم آشکار شده است. جناب پیغمبر گفتند منافق وقتی که سخن گفت دروغ میگوید، وقتی که وعده کرد وعده هم به زبان گفته میشه که برادر عزیز، وقتی وعده کرد وعده را خلاف میکنه، وعده را به جا نمیاره. یک بیچاره برادر دوست وعده میکنه فلان وقت من میام کار تبود میکنم، اما با چنان بی‌پروایی هستی که اون وقت میرسه نگاه میکنی اگه میگوی امروز نشید و بیچاره انتظاری داره راهی تره، یا پولش گرفته بیچاره نگه داره کی پول ما میاره اگه میته تا کارش بود کنه، یا اینکه یک کار دیگه شو وعده کرده کار تبود میکنه و میماند همونجا حیران. چنان وعده خلافی هم امروز در جامعه ما زیاد شده است. و آخرش پیغمبر بزرگوار گفتن که و اذا اؤتمن خان، وقتی امانت گرفت خیانت میکنه. چقدر خیانتکاری هم در جامعه ما زیاد است. هست شخصیت یک نفر پیدا کرده میشه که همچون امین امانت نگهدار او را شناخته شود. در روزهای گذشته گفتیم وقتی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هجرت میکردن، حضرت علی دعوت کردن، گفتن در این خانه من از این مشرک ها امانت بارهاشون هستن، چیزهاشون هستن، بعد از رفتن من اینها را در صاحبهاشون برسان. محمد صادق الامین میگفتن صلی الله علیه و سلم. صادق الامین، هم راستگو هم امانت نگهدار. دشمن باوریش میکرد مال شده نزدش امانت میماند. دشمن شخصیتی که از یک رو چشمی دیدنش نداره. از روی دیگه یک مقاله تاجیکی ما هم داریم که دور نرو که گرگ میخورد، نزدیک نیا که شمود میبینم بدد میبینم، این چنین بودند. اما متاسفانه امروز در جامعه ما مسلمان ها هم برادر از این دردها زیاد است. و همین خاطر ما و شما باید زبان ها را اصلاح کنیم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که تمام اعضای بدن زبان سرزنش میکردن. ای زبان از خدا بترس در حق ما، از خدا بترس در حق ما. اگر تو راست شدی ما راست میشویم، اگر تو بد شدی ما بد میشویم. و زبان آلتی هست برادران عزیز بزرگوار که این زبان میتواند که انسان به خدا برسانه، به شرطی که از این زبان اون چیزی که خودش میخواه اون بیرون شود. ذکر، تلاوت قرآن، امر معروف و نهی منکر. بعضی انسان ها از روی زبان هاشو با چنان محترم و بزرگ و مشهور شده هستند که در عالم اسلام مردم اونها را به نام واعظ و عالم میشناسند. زبان خیلی چیزی بزرگ است اگر به شرطی که انسان به طرز درست استفادهش ببره. اگر زبان او چیزی که خدا خودش میخواه او چیز از این زبان که بیرون کنی ان شاء الله رب العالمین این زبان تو را به آرزو و مقصد میرسونه. به همین خاطر برادران عزیز و بزرگوار این زبان ها را نگه بداریم. از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در روایتی گفتن که من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. گفتن یکی از خوبی های اسلامداری و ایمانداری شخصیت همین است که اون گفتارهای بیکاره، گفتارهایی که در اونها یعنی یگان معنای نیست، ثوابی نیست، اینها را ترک کنه. این بهتر است براش از اینکه هر نوع گفتاری بد در زبان میاره.